سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. خب ما اینجا یک پوزیشنر زیمنس رو داریم که اگه بخوایم بخشاشو براتون معرفی کنیم، خب اینجا ما یک رگولاتور تنظیم کننده فشار ورودی به پوزیشنر را داریم که ما اینجا ورودیمون هست و دوتا خروجی که این یک خروجی هست و خروجی دیگه مون هم اینه که از نوع دابل اکشن هست که گیج مربوط به ورودی، یعنی از خروجی رگولاتور و خروجی از پوزیشنر به سمت اکچویتر هست. خب اینجا هم که نمایشگرش رو میبینید و بخش هم که مربوط به بردمون هست که همونطور که تو پست ها گذاشتم اینجا سلکتورش رو میبینید، سلکتور ترابلینگشه که تو 90 درجه باشه یا 33 درجه و